همه به دستبوس و پابوسش برند. هیچ کسی از نماز استثناء نیست. الله عزوجل به بهترین بندهش که امام الانبیاء هست، سید اولاد آدم هست، به ایشون فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. ای رسول من، ربت را عبادت کن تا که؟ تا لحظات موت، تا آخر لحظه زندگی. و احادیث را خواندید که رسول الله صلی الله علیه وسلم در آخرین لحظات حیات و زندگی که نمیتونست به نماز حاضر بشه، با کمک دو نفر از دیگر از صحابه که دو نفر در شانهای دو نفر تکیه داده بود و پاهای مبارک کش میخورد، توان بلند کردن پاها را نداشت، با همین حال هم رفت به نماز شرکت کرد، نتونست بیسته نشسته نماز خواند.